بیا بهت بگم چجوری با یه گوشی ساده و یه خطکش دزدگیر سیم کارتی بسازی. در مرحله اول گوشی رو باز کن تا به برد اصلی برسی. حالا یه عدد از صفحه کیبورد گوشی انتخاب کن و با 2 تا سیم که یکیش به قسمت داخلی دکمه و یکیش به قسمت بیرونی دکمه است لحیم کن. در مرحله بعد سیم ها رو از قاب گوشی بیرون بیار. ممنون میشم که تا اینجای ویدیو ما رو لایک کنید. حالا بریم سراغ این که دزدگیرمون چجوری کار میکنه. یه خطکش فلزی رو به 2 قسمت برش میدیم و با چسب 2 طرفه به محل در ورودی میچسبونیم. حالا گوشی رو به دیوار متصل میکنیم و سیم ها رو جداگونه به خطکش ها اتصال میدیم. در مرحله آخر کافیه که با استفاده از منوی شماره گیر سریع گوشی کلید لحیم شده رو به شماره خودمون اختصاص بدیم و حالا با باز شدن در و اتصال 2 خطکش به هم شماره گیر سریع گوشی با شماره شما تماس میگیره. هرچند هیچ دزدگیری آنیک نمیشه.